حمله وحشیانه‌ای که از طرف تیارات بی سرنشین در املاک ملکی خودم که البته از الیت خودم است انجام شده. دیگه ساعت 3:43 دین روز دیگه ساعت 4 بجه برای من زنگ آمد از پسرم که بیا خانه انفجار شده. وقتی که آمدم بسیار حالت بسیار خراب، زخمی‌ها در روی سرک افتیده بود، دیگه شیشه فرو ریخته بود، دیگه بسیار حالت خراب بود اینجا، بسیار با مشکلات اینجا سربازا زیاد بودن. من گفتم اجازه بده، اینا اجازه نمیدن. باز بالاخره گفتم که امی انفجار در املاک خودم قرار گرفته، مرا اجازه بدن. باز اونا یک سرباز شان آوردن تا دان دروازه، باز دید که من امی مالک از امی خانه هستم، باز مرا الا کردن. باز بعد از دیگه خودتان میبینید که 80% امی املاک مرا خراب کردن، تخریب کردن. فضل خداوند همیسته که فامیل ما یک 15 دقیقه یا 20 دقیقه پیش از اینجا برآمده بود، در ختم قرآن سفره صلوات در قسمت پروان 2 اینا دعوت شدن، اونجا رفته بودن. دیگه یک لطف مهربانی از طرف خدا بود که همی کسی نبود در خانه. دیروز ساعتای 4-5 دقیقه بود در دفتر شده بودیم، میمان هم در دفتر داشتیم. بعدن یک صدا شنیده شد، یک انفجار بسیار خطرناک شد که باز کم شیشه مکمل کفید. دیگه حادثهش وقت دقیق به یادم نیست چون بسیار سر صدا شد و گرد و غبار و دود چیزا زیاد بود. پای خودم هم یک کمی آسیب دیده بود، خون بود و مکمل دفتر چی گرفته بود، شیشه گرفته بود. دیگه باز بعدا متوجه شدیم که بیرو برآمدن که چند نفر زخمی هم اینجا افتاده بود، 2-3 تا طفلا بود، 1-2-3 نفر مردا افتاده بود. دیگه ما سعی کردیم که نمی خانه را به نظرم طیاره زده بود چون یک صدا اول یک صدا داد، بعدا باز یک انفجار شد. فقط خواست دولت مامی است که تامین امنیت برای مردم بکنن چون مسئولیت در این قبال دارن. خواستم از دولت مامی است که باید امنیت مردم را تامین بکنن چون ما کارمندی به حساب دفتر هستیم، باید حداقل خسارات ما را پرداخت بکنن چون که اینجا ما کارگر هستیم. احساس بسیار وحشت، احساس ترس. حتی ما خود ما در تاکو قید بودیم، نتونستیم که تا شد نزدیکای شام ما از تاکو برایم. منطقه ما مکمل محاصره و کسی را نمی‌ماندیم که بیرو برایم. ملکی است، هیچ کدام سایه نظامی وجود نداره، مکمل ملکی است. خواست ما است که یک صلح دائمی برقرار شود، چون که مردم ما فعلا در اقتصاد بسیار پایین زندگی میکنند، حتی امکانات از این ندارند که تا شهر بیرو برایند، چی خاصه که از این مملکت برایند. و خواست ما است که حالا خود در این مملکت هستیم زندگی میکنیم. خواست ما از جامعه جهانی، از دولت امارات اسلامی افغانستان است که یک صلح سرتاسری را اعلان کنند. همین حادثه که دین روز ساعت 4 هست، پیش از 4 بود بعد از ظهر، همین انفجار که رخ داد برادر، این همیجا بسیار یک انفجار خطرناک رخ داد
اما یک تانکر تیل دینیم بین سرک بود که انفجار رخ داد. از ما خانه نمیجا واقع است که همین تقریبا 4 5 بلاک آپارتمان‌های هر کدام 8 منزل 7 منزل همین مکمل تخریب شدن. این شیشه‌هایشان خانه بسیار ببینید که بسیار وخیم قرار گرفتن. ما برادر قن اگر پاکستان میخواه که ما دشمنی میکنه به این رقم پشک وری بدوزی نباید از ما استفاده کنه. مرد وری در میدان که چه ما جوانایی داریم، نیرومند جوانایی داریم که میخوایم که در مقابلشون استاد شیم، میخوایم که از نزدیک قدم ما بزنه. شهیدا داشتیم اینمیجه شهیدا دم زیر بلاک ما اینمیجه نامبوی زیر بلاک ما تقریبا 5 6 نفر جوان اینمیجه بیادر این جوانا شهید شدن و در موترشویی هم میشه 2 نفر اونجا شهید دادیم. دیگه این بچهای بسیار مهربان بچهای جوان بودن اما شهید شدن. دیگه تلفات زیاد بود. باز امارات اسلامی اومد بیادر بدادشون رسید اینمیجه اطفایه اومد خاموش کرد. خداوند خیر برکت امارات اسلامی رو بده که امیا رسیدن که ما ذره پس مورال گرفتیم. این روز من در اینجا یک انفجار بزرگ رخ داد. یکی در اینجا سرک است، یکی در سر نانوایی افتاد. از نانوایی 5 نفر شهید شده و 1 نفر در حالت کما رفت. وقتی که راکت می آمد بسیار یک صدای بزرگی داد و بسیار وحشتناک بود. صدایش بسیار زیاد بود. ترسیدم خانه ما همه شیشه‌اش شکست داد. حالا شاروالی یا جمعش میکنن. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره